چرا بعضیا از اینستاگرام استفاده نمی‌کنن؟ روانشناسی پشت این انتخاب متفاوت افراد چیست؟ در دنیایی که تقریبا همه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، نبودن در این فضا شاید عجیب به نظر برسه. اما پشت این انتخاب دلایل روانشناختی مهمی داره. امروز می‌خوایم دلایل جالب این موضوع رو با هم بررسی کنیم. اولین دلیل نیاز به کنترل ذهن و زمانه. خیلی‌ها احساس می‌کنن شبکه‌های اجتماعی توجهشون رو می‌دزدن و باعث میشن بدون اینکه بفهمن ساعتها درگیر محتوا بشن. این افراد معمولا شخصیت‌های تحلیلگر یا درونگرا هستن و دوست دارن خودشون تصمیم بگیرن که چه چیزی وارد ذهنشون بشه، نه الگوریتم‌ها. دلیل دوم حساسیت به محرک هاست. اینستاگرام محیطی پر از تصاویر، رنگ‌ها، پیام‌ها و تحریک‌های سریع و پی در پیه. برای کسانی که حساسیت بالاتری دارن، این حجم از محرک‌ها میتونه خسته کننده یا حتی استرس‌زا باشه. سومین دلیل نیاز شدید به حریم خصوصیه. بعضیا دوست ندارن لحظه‌های زندگیشون رو در معرض دید دیگران قرار بدن. این افراد معمولاً مرزهای شخصی قوی‌تری دارن و اشتراک گذاری برایشون حس ناامنی ایجاد میکنه. حالا میریم سراغ عوامل شخصیتی. یکی از مهمترین ها درونگراییه. درونگراها انرژیشون رو از ارتباط عمیق و محیط‌های آرام میگیرن، نه از تعاملات سریع و سطحی. برای همین اینستاگرام براشون بیشتر خسته کننده است تا سرگرم کننده. عامل بعدی خودمختاری بالاست. این افراد دوست دارن مستقل باشن و از پلتفرم‌هایی که رفتار کاربران رو شکل میدن فاصله بگیرن. براشون مهمه که خودشون انتخاب کنن که چه چیزی ببینن، نه اینکه الگوریتم برای اونها تصمیم بگیره. و یک نکته مهم، عدم نیاز به تایید اجتماعی. بعضیا واقعا نیازی به لایک، کامنت یا دیده شدن ندارن. این افراد معمولا هویت درونی قوی دارن و ارزش خودشون رو از بیرون نمیگیرن. از نظر علمی یکی از دلایل مهم کاهش بار شناختیه. مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات داره و اینستاگرام با حجم زیاد محتوا این ظرفیت رو سریع مصرف میکنه. کسانی که از اینستاگرام دوری میکنن معمولا دنبال تمرکز عمیق‌تر هستن. دلیل علمی بعدی جلوگیری از مقایسه اجتماعیه. تحقیقات نشون میده اینستاگرام یکی از بزرگترین محرک‌های مقایسه ناسالمه که هممون تا الان تجربهشو داشتیم. خیلی‌ها آگاهانه از این چرخه دوری میکنن تا سلامت روانشون حفظ بشه و خیلی‌ها هم ناخودآگاه خودشون رو هر روز با افراد دیگر مقایسه میکنن و همین مقایسه کردن باعث کاهش اعتماد به نفس، ایجاد حسای بد و باعث بد شدن حال ما تو مرور زمان میشه. در نهایت عدم استفاده از اینستاگرام یک انتخاب کاملا منطقی و علمیه. این افراد معمولا دنبال آرامش، تمرکز، حریم خصوصی و زندگی واقعی تر هستند. اگر شما هم جزو این افراد هستید، بدونید که پشت انتخابتون یک روانشناسی قوی وجود داره.